امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامالله رحمان به یکچند قانونها از جمله قانونها درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، درباره تیار نمودن متخصصان با نظر داشت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی، ترتیبی به قید حربی گرفتن، دعوت به خدمت حربی، ادای خدمت و سنهای دیگری خدمت حربی را مایع می‌نماید. در قانون اینچنین خدمت حربی در حیات ذخیره‌های دعوت سفربری پیش بینی شده است که موافق آن شهروندان سین دعوتی به طور اختیاری با گذاشتن جمامت یک مایع حربی و پرداخت مبلغ معین که اندازه آن را حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر می‌نماید از خدمت حربی آزاد کرده می‌شوند. علاوه‌های وارد گردیده به قانون‌های مقامات سودی، پروکراتور، گمرک، نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون و خدمات اجرا قبول شهروندان را به کار در مقامات نامبرده پس از ادای خدمت حربی پیش بینی می‌نمایند. قانون‌های به امضا رسیده به رشد بازار مهنت، حمایه حقوق استماع کنندگان، تحکیم اقتدار مدافعی مملکت و بهداشت زندگی مردم روانه شده‌اند. قانون‌ها در مطبوعات نشر می‌گردند.